برای حرفه شدن باید به این 4 تا چیز عادت کنید، مخصوصا مورد آخرش. مورد اول اینه که روی گانهات به هیچ وجه رد دات و اسکوپ نذار و هر اتچمنتی که رد دات داره رو باید بذاری کنار. شاید اولش واسه صف باشه ولی یک هفته تمرین کنی بعدش ایمت واقعا سوپر میشه. مورد دوم، گزینه سینک فوبی رو حتما باید روشن کنی. شاید بگی موبایل پلی رو سخت میشه واسه این کار، اما 2 تا 3 هفته تمرین کنی خیلی سریع عادت میکنی و ایمت لیزری میشه مثل همه یوتیوبرهای معروف. مورد سوم، حالت نشونگیری رو بذار روی تپ اند هولد. حالا کار این گزینه چیه؟ اینه که وقتی انگشتت از روی ایم برداری، ایم خودش بسته میشه و با همین حالت میتونی خیلی ساده فست اسکوپ اسنایپ و شاتگان بزنی مثل یوتیوبرها. و مورد چهارم که از همه‌شون مهمتره اینه که کلاسای سگ و گربه و لانچر و این چرت و پرتا رو اصلا بر ندار، چون فقط بازی تو به هم میریزه. و در آخر اگر دنبال آموزش‌های کال آف دیوتی هستی حتما پیج منو فالو داشته باش.